این هفته بعد از تبریک عید خبر تو خبر داره براتون از روزه های عظما در سال نو که قرار بود پیام نوروزی باشه، اما به صحنه گلاویز شدن با شیخ فری تبدیل شد. لکن اونچه که انجام گرفته است با اونچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ماست فاصله زیادی داره. لذا من شعار امسال رو اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال قرار میدم. آقا خروسه وقتی این قسمت از روزه عظما رو شنید به چنین وضعیتی افتاد. شیخ فری هم فرصت پیام نوروزی رو شکار کرد و هر چی سیخ داشت فرو کرد. همه باید بدانند صاحب کشور ملت و مردم هستند. همه باید بفهمند اگر حقوق شهروندی را نقض کردند باید هزینه بسیار سنگینی رو پرداخت کنند. مشارکت حد اکثری، رقابت سالم، انتخابات قانونی باید مد نظر همه ما باشه. این شیخ فری میخواست به خیال خودش آب حیات تو حلقوم نظام بریزه و نجاتش بده، اما تا اینجای کار که همه چی سرش خراب شده. این رحیم مشنگی هم خودش رو پرت کرد وسط معرکه تا با این شامورتی بازی ها یه حالی به عنتری نژاد بده. خودم بخشی از زمستانم نه ولی رو به بهارم. احسن دیگه رو به بهار، همه رو به بهار هستیم. من امیدوار هستم که سلامتی فلج انشالله بهار میاد. انشالله. اینجاست که باید گفت حاجی خودتی، خیلی وقت بیدار باش رو زدن. خانو بری گله دادرا بری گله دادرا. بعدم رک و راست حساب جماعت عنتری نژادی رو هم با دم و دستگاه خامنه ای جدا کرد تا به همه نشون بده عبای عظما تا کجا جر و واجر شده. این راه رو بدون حضور احمدی نژاد ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم. ما اصرار داریم بگیم که اصولگرایی، این گروه های اصولگرا، ما جز اینا نیستیم، با اینا ائتلاف نمی‌کنیم. ما فردی میخوایم که وقتی رئیس جمهور شد باید بیاد اونجا بگه ملت ایران شما در غیاب احمدی نژاد منو به خاطر احمدی نژاد انتخاب کرد. این رحیم مشنگی میخواد هر طور شده بقایی رو سوار موتور ریاست جمهوری کنه، اما بعید موتور رکاب بده. خرچنگ نظامم ترس آخونده از عید و شادی مردم رو اینطوری برملا کرد. اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگراییش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. اونها در شأن ملت نیست. به چه ملاکی بعضی ها جشنهای نوروزی همراه با غفلت از خدا از بیت المال مردم خرج میکنن
جشنهایی که فریاد همه مراجع بلنده، جشنهایی که توش لهو هست، توش لعب هست، توش بدحجابی هست، شرعاً حرام بینه. یه سری هم بزنیم به استبل ولایت که طبق معمول دعوا سر لحاف ملاست و رئیس مجلسی که میخواد با بگم حقوقای نجومی رو یه جورای زیرسبیلی رد کنه. چرا تو جامعه به خلاف میگن مجلس حقوقای نجومی رو قانونی کرد؟ این خودتون میدونید دروغه. اگر مقصود و بحث‌های انتخاباتی است خلاف نگید، با ادبیات درست راجع به مجلس صحبت کنید. و ضمناً اینه بگم بعضی از این آقایونی که این حرفا رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتهاشون از مجلس هم وجود داره. اونقدر جانماز آب نکشن و میدونم چه جوری بودن. منظورش اینه که وقتی سفره نظام پهنه و همه دارن میخورن دیگه این فیس و افاده ها چیه؟ یه سری هم بزنیم به شیخ میتی و حرفایی که یه جورایی با عظما هم در ارتباطه. توضیح المسائل معتادا بود. یکی از مسائلش این بود اگر معتادی شک کند که یه بس 3 بس کشیده یا 4 بس، بنا رو بر 4 بگذاره، یه بس احتیاطی بگذاره. به خدای احد و واحد شوخی نمی‌کنه. اگر شک کرد، نمیگم که بخندی، میخوام مطلب ما بفهمی، شک کرد 1 بس یا 2 بس، شکش باطله. دوباره یعنی طرف نشسته رساله مرجع تحریر رو آورده، میگم خود کورشم اگه دروغ بگم، کتاب 1000 صفحه‌ای بود. حالا بشنویم از بزبز قندی که اونم زده تو بحثای انتخاباتی و دنبال بخوره. نمیدونم فاضل خداداد، بعدش باز شهرام جزائری، باز بعدش نمیدونم بابک زنجانی، باز بعدش همینطور پشت سر هم. اینا برای چی میاد؟ این فسادها و نفوذها از موقع انتخابات ها شروع میشه. هم انتخابات مجلس، هم ریاست جمهوری، هم شوراها. اینا میخوان تبلیغ کنن، نفوذ کنن، پول میخوان. یک دموکراسی اینجوریه دیگه، دموکراسی غربی اینجوریه. پولدارا و سرمایه‌دارا میان به اینا نزدیک میشن، میگن ما خرج انتخابات رو میدیم، شاید تو هم بعداً جبران کنی. کار تیویریش تو سال گذشته به جایی رسید که رئیس جمهور خودشون هم اینجوری دق و دلیش رو خالی کرد. رسانه ملی ما که الحمدلله یه جایی گوشت گرون میشه، یه 2 روز برنامه تلویزیونی در اخبارش خبر 1 میره قصابی. اینو من شوخی نمی کنم چون من خودم دیدم. یه نگاهی هم به برنامه‌های جذاب نوروزی تیویریش بندازیم که خودشه دیگه. سفره 7 سین نظامی هاست که هم سیخ هست، سنبه هست، 34 هست، سیم خاردار هست، بعد ساتمه هست، اما اکثر تجهیزات نظامی است که با سین شروع میشه. اینم سفره سین 7 سین نظامی هست. خب تو که تا اینجا اومدی، خب بقیه‌اش رو هم نشون بده دیگه. در انتها یه فلشبک میزنیم به چهارشنبه سوری امسال و هنرنمایی این جوانهای شاد ترک که با رقص زیبای آذری حال و هوای خیابون شهرشون رو عوض کردن.